خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه از صفحه افغان استریس. ما کوشش میکنیم بهترین ویدیوهای کابل از همه نقاط و همه بخش‌ها به طور کاملا مفصل با شما به نشر برسونیم. فعلا هم دوستان عزیز آمدیم به یکی از سرک حاجی چمن است که این سرک میره متوصل میشه به سرک میدان. طرف هم لکس ساز گلزارگی دوستان عزیز. فکر کنم گلای شو باشه، موتور آوردین استارت کردین و هیچ دست نزد. مرکزی اینجا چبلی کباب. حالا پیشتر بریم تیموریان هم میبینیم. حالا وقت جلبی و ماهی است دوستان عزیز. تیموریان اینجا میان دیگه کندوز کباب و مصنوع کندوز کباب مرکزی قلعه نجارا. کندوز کباب قضیات شده دوستان. میرین کندوز کباب هست برین کندوز کباب است. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان پر از خوبی و خوشی و دور از مریضی های فصلی باشه. خب به هر صورت دوستان عزیز خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه از صفحه افغان استریس. ما کوشش میکنیم بهترین ویدیوهای کابل از همه نقاط و همه بخش‌ها به طور کاملا مفصل با شما به نشر برسونیم. فعلا هم دوستان عزیز آمدیم به یکی از جاده های پرخانه کابل، جاده قلعه نجارا. این آنها را گفتم بیایم چیکار از نزدیک نشانتون بهتون ببینیم دوستان عزیز چه نامکایی داره. این دم چای صبح مزه میده. از چای صبح که تیر شد دیگران نگه یک ذره مزه بده، غیر از دیگه اونقدر مزه نمیده. این وقتای روز از چاشتی طرفا این دم چای صبح بسیار آدم میگیره. این طرف هم دوستان عزیز شما که سابق میامدین یعنی سب تا می آخرش آرایشگاه بود، آرایشگاه فلان و بسمدان و فلان و فلان و فلان. تمام از این آرایشگاه ها وقتی که مزدود میشن نگاه جای خود به راهنمای معاملات و گلسازی و آرایشگاه مردانه میتنی هم بود. ما برش سلمانی میگیم دیگه. طرف هم نانبایی است، چون نانبایی بزرگ هم است. من دوستان عزیز که کلچه‌پزی تیموریان از باشه براتون یک ذره زوم کنم. یعنی این خوب کیک‌ها داره، بسیار کیک‌های مزه‌دار، متعالی با کیفیت. کلچه‌ش هم دیگه دوستان عزیز اگر نداره بسیار کلچه مزه‌دار و خوبش داره. اینجا مسجد است دوستان عزیز. مولا هم تبلیغ شروع کرده. ما اومده بودیم به نماز خواندن، نماز جمعه که لو امروز رو میبینین آب شما میکشه. یعنی زرک و سیب و انار هم از زرک هم دو رقم دیگه. ما میریم بسون نماز دوستان عزیز. روز جمعه هست. مولا تازه یا خطیبا خطبه را شروع کردن. هنوز یک نیم ساعت، یک 45 دقیقه به نماز مانده. دوستان عزیز برگر فروشی تازه باز شده. امید رستوران تو برگر آورش رستوران های رومل برگر اورست. این طرف هم دوستان عزیز سرک حاجی چمن است که این سرک میره متوصل میشه به سرک میدان. طرف هم لکس ساز گلزارگی دوستان عزیز. فکر کنم گلای شو باشه، موتور آوردین استارت کردین و هیچ دست نزدین. لکس 600 دیگه لکس کمریس، موتورهای لند کروزر این هم لکسس است. اون طرف موتور اسکرایی دوستان عزیز شبای عروسی میگیره مردم. گلسازی هست، گل میزنن برشان. همین خود گلسازی ها از موتورهای کرایی هم داره. این گلسازی هست دوستان عزیز. طرف این طرف همون گلسازی هست. همی حالا گل زده میرن موتر به شب آماده میکنن.
کیک سازی ها مثلا اینجا دوستان عزیز، جایی که دوستان عزیز گل سازی بود یا گل فروشی بود، اونجا 100% آرایشگاه هم است، کیک سازی و گل فروشی هم است و کلچه فروشی و در ضمن از یونت فیلم برداری هم می باشه. یونت فیلم برداری هم دوستان عزیز هر گل فروشی که در این یونت فیلم برداری بگوین ما خود ما داریم. دیگه منظور از این که یک بخش کوچکشون یونت فیلم برداری است و یک بخششون گل فروشی یا بعضی هستن باز گل فروشی و یونت فیلم برداری یک جا میکنن. خب خلاصه چیزایی هست که مرتبط به هم هستن دوستان، گل سازی ها و گل فروشی از کلش. لکس سعی کنین گل زنه میرن تازه تازه، چقدر خوبش هم گل تازه و هم مصنوعی. این هم در پشت سرش سار است، دیگه خورش لند کروزر واره بود، مگم نه هم لکسس بود. دوستان عزیز کندس کباب هست، دو طرف، او طرف نوین کندس کباب است، این طرف کندس کباب مرکزی. اینجا هم چبلی کباب. حالا پیشتر بریم تیموریان هم میبینیم. حالا وقت جلبی و ماهی است دوستان عزیز تیموریان. اینجا میان دیگه کندس کباب و مصنوع کندس کباب مرکزی قلعه نجارا. کندس کباب قضیات شده دوستان، میرین کندس کباب هست، برین کندس کباب است. تیموریان شدیه خواست میریم، مخصوص خانم ها از جای فامیلی است. این هم جلبی، 1 کیلو جلبی 120 افغانی و ماهی 350 افغانی داشیش است. البته این ماهی دیگه شد نمیدونم چقدر است، نه زده هم. این هم آپارتمان بزرگ زیبای احمدیار دوستان عزیز در تصویر میبینین. ما سرک بگذاریم اون طرف، سرک بریم مسجد هم اون طرف از دوستان. اونجا مسجد است. خب دوستان عزیز ما یک کم مسجد رسیدیم. انشالله که ویدیو خوش آمده باشد، ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کرده در کانال سابسکرایب کنین، زنگولش هم فشار بتین که ویدیوهای جدید ما از دستتان نره. تا ویدیوهای بعدی همتون رو والله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.